شهر هرات و مناطق مختلف افغانستان این روزها میزبان هزاران بازگشت کننده از ایران هستند. این پسران جوان تازه از ایران بازگشتند. کار نخستشان تبدیل کردن ریال ایرانی به افغانی و سپس یافتن جای بود و باش. فاطمه نورزی از زنان است که مجبور به بازگشت از ایران شده است. الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. یک دختر آلمان دارم. من گفتم اگه بشه با ما یک کاری بکنن که ما رو بفرستن اونجا پیشم دختر. تنها فاطمه نیست که زندگی برایش در ایران با مشکل روبرو شد، بلکه برای مردان سخت‌تر از آن بود. آمدن از دست بی پولی آمدن، پولش بی ارزش بود پول ایران. و خاطر از آمدن پول نداشته، پولش بی ارزش بود دیگه. نه صرف دک اونجا کار کنیم. ایوا شوورر سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت میگوید تنها در 7 ماه اول سال 2018 بیش از 420,000 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. شمار بازگشت کننده های افغان از ایران در سال 2018 غیر قابل پیش بینی بود. شمار آنها از ماه جنوری امسال تا ماه جولای سال 2018 به 420,000 تن می رسد. تحریم های امریکا بر ایران و وضعیت بد اقتصادی آن کشور دلیل عمده بازگشت افغانها به کشورشان دانسته می شود. امریکا میگوید تحریم ها را شدیدتر از این خواهد ساخت. بازگشت کننده های افغان در حال حاضر در بی‌سرنوشتی به سر میبرند، زیرا سالهای طولانی را در ایران سپری کردند و حالا خانه و سرپناه در افغانستان ندارند. برای مهاجران افغان رفتن دوباره به ایران به هیچ صورت گزینه‌ای مورد نظر نیست، آن هم در شرایطی که تحریم ها به اجرا گذاشته شده باشد. شمار از بازگشت کننده ها میگویند ترجیح میدهند به ترکیه و سپس اروپا بروند، زیرا در افغانستان آیندهشان تضمین نیست.